تنها راه نجات از سر تا پا غربی شدن است. تقدیر آینده تاجیکستان در این روند. کشورها به سادگی پیشنهاد همدیگر را قبول نمیکنند. ترامپ شرطنامه جهانی اقلیم گرفتن پاره کرد. در جهان 200 جنگ آب هست. با جنگ میاد دیگه دموکرات میکنه. و آن چی تاثیر منفی و مثبت دارد؟ نظامی شدیدترین قومی با وجود آوردن. گروه های افراطگرایی از همین خلافت هم نام سیاست بعضی دولت ها است. جنبه های خوبی نیز دارد. وطن من جهان است. بدخشان میگید همینا وطن فروش نیستند. روسیه با همه بزرگیش به خدا جهنم است. یا می دبی. زمان جهانی شوی تواند آخرین جزیره است برای تاجیکا. شکستن این عنصر یعنی شکستن تاجیکا است. زیر مفهوم انمی جهانی شوی گفتن ما چرا در نظر داریم و آن چگونه روند است؟ مفهوم جهانی شوی پیش از همه به معنای یک همایش، همگرایی و عمومیت یافتنی هم اقتصاد، هم فرهنگ، هم سیاست، هم اطلاعات، هم طرز زندگی در جهان است. اما در عمل زیر مفهوم جهانی شدن پیش از همه عمومیت و پیوند یافتن اقتصادهای جهانی است. یعنی اقتصادهای محلی، اقتصادهای ملی، تجارتهای ملی و محلی پیش از همه به هم پیوند می شوند و همین تجارت و اقتصاد مادر جهانی شوی است. زیرا شما اگر حتی تاریخ را خونید کسایی که پیش از همه به کشورهای دیگر می رفتن، مال می بردن، محصولات می بردن و همراه با مال و محصولات اینها ارزش ها، فرهنگ ها، اندیشه ها در جهان پهن می شد. این تاجران بودن. از همین رو میگن که اقتصاد این آغاز گلوبالیزاسیون است و چیزی که پیش از همه عمومی شد این تجارت است. بنابراین از پی جهانی شوی اقتصاد باز جهانی شوی فرهنگ، جهانی شوی اطلاعات، جهانی شوی ارزش ها، جهانی شوی همزمان مشکلات با وجود میاد. همین حالتی که همه ما با هم پیوند میشیم، وابسته میشیم و خود مفهوم محلی که معنای دوم درجه پیدا میکند، یک ارزش های عمومی جهانی به وجود میآیند، یک منفعت های عمومی جهانی به وجود میآیند یا حداقل اونها درک میشوند، همین رو میگیم گلوبالیزاسیون یا جهانی شوی. مناسبت دولت ها در همین روند جهانی شوی چگونه است و تأثیر منفی و مثبت آن از کجا سرچشمه میگیرد و چگونه روند است؟ خب تأثیر جهانی شدن به دولت ها حالتی دوگانه دارد. اول اینکه خود دولت ها خصوصا دولت مستقل، دولت ملی مستقل، این یکی از عنصرهای اساسی جهان معاصر است. و تمام دولت ها تلاششان این است که استقلال داشته باشند، منفعت‌های خود را حمایت کنند و همچون واحد مستقل جهانی در روند شرکت کنند. یعنی مستقل بودن یک منفعت اولی دولت هاست. از همین رو دولت ها مناسبت های گوناگون ساختن. از جمله ما دولت های رو میبینیم که با آغوش کاملا باز به سوی گلوبالیزاسیون رفتن، همه چیزی آن را قبول کردند. همه یک شعار بود که تنها راه نجات از سر تا پا غربی شدن است. کشورهای دیگری بودن که در برابر گلوبالیزاسیون دیوار کشیدن، مثلا که این یک پدیده خطرناک است، این استقلال را از بین میبرد، هویت را از بین میبرد، فرهنگ را از بین میبرد. برای همین در برابر جهانی شدن یک مقاومت شدید نشون دادن، بگیم دیوار کشیدن گردی کشورشان. از این رو هر دو وریانت هست و هر دو وریانت به نظر من که این وریانت های مثلا افراط هستند. بنابراین در روند جهانی شدن یک دولت سالم باید یک نگاهی واقع بینانه داشته باشد. درست استاد، شما اشاره کردید که مثلا در زمان جهانی شوی حالت‌هایی است که زبان‌ها از بین می‌روند، دولت‌ها از احتمال است استقلالیت آنها کاهش یابد. خب این خطرها از کجا ایجاد می‌یابند؟ مثلا فشار بالای هم دولت می‌شود یا که مثلا با هر راهی که فرهنگ بیگانه دیگر را قبول می‌کنند که علاقه یک رخنه به زبان و به دولت و به استقلال آن زده می‌شود. خود جهانی شدن
به معنای مطلق به آزار مثبت وجود ندارد، بلکه همچو روندی واقعی اقتصادی سیاسی امنیتی وجود دارد. ولی ماهیتش چی است؟ مثلا کشور، تمدن، فرهنگی که امروز اقتصادی قوی، تکنولوژی قوی، قدرت نظامی قوی دارد، او جایگاه برتر میگیرد، نوبسته از اون که او خوب است یا بد. برای همین مثلا فرض کردیم همین زبان انگلیسی، همین زبان انگلیسی فرضاً از زبان فارسی یا از زبان فرانسوی یا از زبان چینی بهتر نیست. بخصوص مثلا ما دیگه به یگان شک گفته میتونیم که زبان فارسی از نظر هم سابقه، هم ذخیره، هم هنر، هم زیبایی و شیوایی از انگلیسی صدها بار بهتر است. ولی زبان فارسی چرا زبان جهانی نمیشد؟ چون که پشت این زبان انما قدرت اقتصادی، تکنولوژی، نظامی، سیاسی نایستاده است. پشت زبان انگلیسی امروز قدرت ایستاده است یا قدرت ها ایستاده است که وی از نظر اقتصادی، تکنولوژی، سیاسی، امنیتی بر جهان حاکم است. بنابراین زبان او میاد زبان جهانی میشد، نوبسته از اون که وی زبان خوب است یا بهتر است یا بدتر. برای همین خیلی نیست که در جهانی شدن همه چیزهای خوب بیاین جهانی شوند. فرضاً حتی بینید خوراکی بد، مثلا مثل مکدونالدز، مثل KFC میبید خوراک جهانی میشد، در حالی که نه از نظر ترکیب، نه از نظر سلامتی و بهداشتی از هیچ نظر او خوراک برتری جهان نیست، ولی اون میبید شاهی خوراک میشه، برای که صاحبانش قوی هست. یعنی میتونیم بگیم که در روند جهانی شدن ارزش ها از روی خوب بودنشون پهن نمیشن، از روی این پهن میشن که پشتیبانشون که صاحبانشون که است. همین حتی میتونیم بگیم که ناعادلانه ترین جای جهانی شدن همین است. مثلا شما یک فرهنگ زیبا یا یک لباس زیبا یا یک زبان زیبا یا ادبیات زیبا دارید، ولی روند جهانی شدن زیبایی ای را نمیشناسد. کسی قدرت داره او جای میگیرد. از این رو مثلا همین ادبیات بزرگ فارسی که در برابرش چیزی نیست در ادبیات جهان، اگر ما صاحبانش هر چه ضعیفتر شیم این هم حاشیه رفتن میگیرد. از همین رو یعنی واقعیت این است که ارزش های خلق ها و کشورهای قدرتمند عمومی جهانی میشن. بنابراین وقتی که بعضی کشورهای شرقی، بعضی کشورهای جنوبی گلوبالیزاسیون رو منفی قبول میکنن، این به معنی نیست که اونا ضد جهانی شدنن، چون که اونا همین جنبه ارزشی فرهنگیش بیشتر منفی قبول میکنن. زیرا آشکارا ما میبینیم که ارزش‌های ملی و معنوی و تمدنی خلقایی که در حالت اقتصادی، تکنولوژی، سیاسی ضعیفتر قرار دارن اون مغلوب میشد، نوبسته از اون که وای قدیمتر است، زیباتر است، بهتر است. این نقطه بسیار حساسش اینجاست. درست است. یک اشاره خوب نیست کرده در مورد مثلا حفظ کردن زبان و در مورد مثلا پاس داشتن ارزش های ملی در زمان جهانی شوی و عموما همین ملت ها و دولت های ملی در زمان جهانی شوی با کدام تهدیدها و خطرها روبرو می شود. دولت مستقل اون دولت نیست که تمام نیازش خودش برآورده می کند یا اقتصادش خود کفا است، بلکه دولتی است که منفعت های ملی خودش را در همین عین تقابل و رابطه با جهان، در عین پیوست بودن با اقتصاد و سیاست جهانی حفظ کرده میتوند. یک نوع تقسیم کار در جهان انجام میشد در شرایط گلوبالیزاسیون. تقسیم کار به معنای تقسیم کاری فیزیکی نیست، یعنی تقسیم وظیفه ها. مثلا در این جهان ما میگیم که بعضی کشورها اگر در صناعت پیش رفتن، صنعت سنگین، بعضی کشورها در صنعت سبوک. بنابراین کشوری که صنعت سنگینش پیش است
او دیگران رو تامین میکند با فرزند متال و تکنولوژی آهن. او کشوری که صنعت سبوکش پیش است مثل هند و پاکستان، اینا قریب نیم جهان رو تامین میکنن با محصولات صنعت سبوک، با فندگی و لباس و پخته و اینا. یعنی که دیگر همه کشورها کوشش نمیکنن که همه چیز رو خودش استحصال کنه، بلکه در بازار جهانی مطابق شود. و در شرایط امروز اگر همون نبض بازار جهانی رو نیابند کشورها، این کوشش خودکفایی کلاسیکی باعث میشه که مثلا مثل واریانت کره شمالی میشد. اگر ما مثلا حاضر کوشش کنیم که یک ماشین در تاجیکستان استحصال کنیم، اون ماشین ما حداقل 10 برابر ماشین وارداتی گرانتر میشد. بنابراین هیچ نیازی نیست که در تاجیکستان ماشین استحصال کنیم. ما مثلا شانس‌ها و ساحه‌هایی که دیگران ندارن اون رو مثلا ما صنعت برق اگر رشد کنیم، ما نیم منطقه با برق تامین میکنیم، ماشین در پولی وای میخریم مثلا. یعنی اون چی که برتریت و افضلیت داریم روی اون متکی میکنیم، باید جای دیگری که در دیگر ساحه برتریت دارد اون رشد میده. دولت‌های ملی تا همون جا مستقلن که منفعت‌های ملیشون تامین کرده تا دارد. افضلیت پیدا کردن روند جهانی و وضعیت امروزه جهان، خب تقدیر آینده گفتیم بعضی دولت‌ها بخصوص تاجیکستان چگونه است؟ مثلا همین ارزش‌های جهانی همین خیلی چیز وجود ندارد. درست است که ارزش‌های حکومت کننده امروز است، ولی ارزش‌های پذیرفته جهانی چرا وجود ندارد؟ چون که کشورهای قدرتمند منفعت‌ها و سیاست‌های خود را نام میگذارند. این خیلی نیست که مثلا همین دموکراتیا، حاضر یک تصور این است که اگر جهانی شوی هرچی عمیق‌تر شود دموکراتیا رشد میکند و دموکراتیا یکی از ارزش‌هایی است که جهانی شوی اون رو میارد. ولی مثلا اگر کمی پشتی همی پرده نگاه کنیم، فرض همی پرزیدنت بسیار مشهور امریکا بیل کلینتون میگه که دموکراتیا نومی سیاست خارجی ماست. معناش این نیست که ما هر یک جامعه رو دموکراتی میکنیم، معناش این است که ما با نام دموکراتی همونجا قدرتمون، سیاستمون، منفعتمون جوری میکنیم. حالی بینید گاهی با تبدلات میاد میگه دموکراتی میکنیم، با جنگ میاد میگه دموکراتی میکنیم، بی ترتیبی و خونریزی میشه میگه برای دموکراتی. یعنی وقتی که مثلا امریکا میگه که ما دموکراتی رو پهن میکنیم، خودشون میدونن که زیر این چی رو در نظر دارن، یعنی که به این واسطه در جهان قدرتش رو پهن میکنه. یا که همین جورج بوش یک جمله مشهور دارد، میگه که دموکراتیا این راهی به لیدری جهانی تبدیل دادن امریکاست. یعنی او خیلی نمیگه که دموکراتیا کنم تا یک تاجیک در تاجیکستان صاحب حقوق باشد، یا یک فرض کنیم افغان در افغانستان صاحب همه حقوق انسانی باشد. او دموکراتیا نوم سیاست خارجیش است. اما آدمی که اگر تحلیلگر نباشه، آگاه نباشه، فکر میکنه که آمدن او یعنی آمدن دموکراتیا، حقوق ها، آزادی. این خیلی نیست. یعنی برای همین سیاست خارجیشون گوه لازم شود طالبان به قدرت میبیاره، لیکن نوم سیاست خارجی دموکرات است. یا همین از همین رو همین گروه های افراطی هم گوه نوم سیاست خارجیشون خلافت است مثلا. همین خیلی یعنی هر ایدئولوژی نام میگذارن و زیر او مثلا کارهای اساسی، مثلا گلوبالیزاسیون گوه همه خیلی است. یعنی مثلا نمیگوید که تابع ارزش های ما شو، خیلی شما میگی نه، میگه شما جهانی شوید. جهانی شدن، ما او رو گفته به همین جهانی شدن پیوست بشین گفته رفتن میگیریم، در اصل او
اداره کننده روند میدونه که شما کجا برده ایستاده است. بنابراین همین مفهوم که وقتی که ارزش‌های جهانی برتری می‌یابند، اما میگیم که می ارزش‌های جهانی یعنی چی؟ همین خیلی چیز نیست. از این رو شما اگر پهلوی دیگری مسئله رو نگاه کنید، امروز در جهان روندی بزرگی آنتی گلوبالیزاسیونی است، یعنی ضد گلوبالیزاسیون شدن. از این رو من فکر میکنم که ما باید در این مرحله همین فریب جهانی شدن همچون یک افقی زیبایی که ما رو انتظار است نخوریم. برای در جهان معاصر روز ما روند ضد جهانی شدن داریم. اینا چند مثال میارم ببینید. مثلا در همین امریکا که گویا که کشوری جهانی، این لیدری جهانی شدن است در نظر ما، در تئوریا، در نظریه، ولی مثلا همین دوره گذشته انتخابات نامزد غلبه کرد که محض ضد گلوبالیزاسیون است. ترامپ غلبه کرد. همین 50% اهالی امریکا به ترامپ آواز داد، به کسی که گلوبالیزاسیون انکار میکند، نادرست میشمارد، ایرا دروغ حساب میکند، ایرا خطر حساب میکند. یعنی که 50% اهالی امریکا ضد گلوبالیزاسیون وقتی که ترامپ انتخاب کرد. و شما دیدید که ترامپ یکی از کارهایی کرد، اما چیزا شرطنامه اقلیم، شرطنامه جهانی اقلیم گرفتن نمایشکارانه پاره کرد. گفت که این یکی از دروغ‌های بزرگ جهان است، این خیلی چیز نیست. خطر گرمشوی اقلیم این گفت یک افسانه است که برای ما را محدود کردن ساختن. یعنی در همین خود امریکا روند ضد گلوبالیزاسیون، ضد جهانی شدن در حال غالب آمدن است. وقتی که 50% اهالی نامزد آنتی گلوبالیست دستگیری میکنن. در کشورهای اروپا مثلا در استریا، در آلمان، در هلند، در همین انتخابات ها قریبی آمده است که نیروهای افراطی ملیگرا غلبه میکنن. در فرانسه مثلا ممکن یک دو سه انتخابات بعد من فکر کنم هم در فرانسه، هم در آلمان، هم در هلند نیروهای ملی ضد جهانی شدن سر قدرت میان. یا اینا ترک های بینیم. ترک ها مثلا در حال متحد شدن، شورای دولت های ترک، ساختن هویت ترکی، ساختن اقتصاد ترکی، حتی قرار شد که ساختن ارتش یگانه ترکی. پس اینا اگر ما باور کنیم و از بر همه ارزشامون گذاریم و ما جهانی میشیم، به جهان پیوستیم، ولی اونا که نمیشن. بنابراین این خیلی تصور کردن لازم نیست یا درست نیست که بعدی فرض 50 سال جهان همش یک گونه میشه، یک زبان میشه، یک ملت میشه، ما خودمون ما هم همراه میشیم. خیلی نیست. من فکر کنم که روندهای ضد جهانی شدن در همین 10 ساله اخیر بسیار شدت یافتن. این همین آخرین مثال گیریم در همین اون طرف دریا شما بینید که همین طالبان یک نظام شدیدترین قومی با وجود آوردن. اگر ما میگیم جهانی شدن که مفهومای ملی و قومی و محلی گویا هم از بین میرد و ارزش‌های جهانی حاکم میشه، اینم در یک قدمی ما یک قبیله آمده مثلا تمام ارزش‌هاش برای دیگران بر کرده است. بنابراین وقتی ما اگر باور کنیم و ای باری ارزش‌هامون گذاریم، این نمیشه ما جهانی میشیم، حتما تابع یا غلام و وابسته یک ارزش‌های دیگر میشیم. تمام همین است. خب استاد شما در یک اشاره کرده در مورد مثلا خشونت‌ها و درگیری در بعضی دولت‌ها. خب بخش از همین شاخه‌های جهانی شوی شده میتونه همین نزاع‌هایی که در منطقه‌ها یا که عموما در جهان صورت میگیرد، منفیت‌های کشورهای ابرقدرت حالت جهانی شوی گرفتن. مثلا شما اگر دکترین سیاست خارجی آمریکا ببینید، یا من نظریه هایی که سیاست خارجی آمریکا رو بیان میکنن بیشترش این خیلی تاکید میکنید که حوزه منفیت های ملی آمریکا تمام جهان است. مثلا اگر ما بگیم که حوزه منفیت های ملی ما مثلا تو آسیای مرکزی است یا یک کشور قدرت منطقوی باشد
مثلا سعودی گوید که حوزه منفعتاش همی جهان اسلام است فرزند، یا ترکیه گوید که خاور میانه است، ولی امریکا دولی میگن که حوزه منفعت‌های امریکا همه جهان است. یعنی در جهان جایی نیست که او از دکترین امنیت ملی و سیاست خارجی امریکا بیرون باشه. مثلا بنابراین چه قدرت در مالدو میبیاد، چه قدرت در کره جنوبی میبیاد، چه قدرت در مصر میبیاد، این جزئی سیاست خارجی و میشد. یعنی از همین رو اداره کردن روندهای سیاسی در درون کشورهای الهیده که یک بخشی استوار سیاست خارجی ابرقدرت هاست. از همین رو همین نزاع‌هایی که برای تبدیل حکومت، برای تغییر نظام‌های سیاسی، برای تغییر گرایش‌های دولت‌ها می‌بیاد، این بخش از جهانی شدن یعنی می سیاسی هست، جهانی شدن امنیت. این یک. دوم این که خودی بازار کار در جهان یا تقسیم سرمایه در جهان طور شکل گرفته است که دیگر امکانی ثروتمند مرفه یا که به زندگی شایسته رسیدن کشورهای یک وقت میگفتن جهانی سوم، باز میگم کشورهای در حال رشد، اما امکانی موفق شدن کشورهای در حال رشد بسیار کم شده است. یعنی حتی مثلا سیاست شناسا میگن که مثلا 30 سال 40 سال پیش امکانی رشد همین دولت ها بیشتر بود نسبت امروز. ببینید شما ببینید که همین حاضر چرا از کشورهای خاور میانه، از کشورهای افریقای جنوبی مردم میروند. ببینید میلیون ها مهاجر داریم در اروپا، چون که روز از روز شرایط زندگی رو در این کشورها بدتر کردن، نه اینکه بهتر. مردم میروند. یک موج ناامنی در همین جهان عرب از سال 2000 شد تا 5-6 میلیون نفر مهاجر کرد. کشورهای در حال رشد شانسشون کمتر، وابسته تر به انستیتوت‌های جهانی مالیوی. همین در مصر یک درس میدادن با نام بانک جهانی و همون میگفت که همین بانک جهانی به واسطه قرض دادن، به واسطه کردیت، به واسطه لایحه ها همین خیلی حالتی در میارد که همه شانس های استقلال و رشد همون کشور از بین می رود. برای همین مصر رسما از تمام همین قرض ها دست کشیدن، چون اونا خلاصش این است که 50 سال از قرض میگیریم از انستیتوت‌های مالیوی بین خلقی، اما رشدی واقعی کشور به وجود نمی بیاید. برای وابستگی عمیق به وجود میاد. از این رو این ناامنی هایی که می شود هم جنبه سیاسی امنیتی دارد، هم جنبه خیلی اقتصادی. بفت اقتصاد جهان هم خیلی کرده است که گویا که یک نیمی جهان همچون کارمند، همچون کارگر برای یک نیمی پیشرفته جهان خدمت میکنه. من چرا گفتن که شانس‌های رشد کم شده است؟ ببینید با مثالی دقیق تر، مثلا اگر ما یک کشوری جهانی در حال رشد یک دانشگاه بهترین سازد، متخصصان بهترین تیار کند، این فرضاً ما بهترین طبیب، بهترین مهندس تیار کنیم، خب میخیزد میرد امریکا، چون که در اوج شرایطی جذب امی را کرده است که گویا تمام جهان بهترین مغز و استعدادش آماده کرده به امریکا میفرستد. بنابراین این کشورها دیگه حتی بهترین نظام معارف میکنن، همین که آماده شد میرود امریکا. از همین رو این بحثی بسیار بزرگ است که جهانی شدن خبر و اطلاعات و گپ رو زیاد کرد، اما رشد رو زیاد نکرد برای این کشورها. تاجیکستان چی اقتدار و چی ظرفیت هایی دارد که در زمان جهانی شدن یک رقابت هایی بگیم خوب کرده تواند؟ جهانی شدن طور گفتیم یک بازار عمومی است. بازار عمومی است که ما هر چی داریم اگر خوب در اونجا معرفی کرده تونیم حتما جایگاه میابیم. مثلا ما اگر از نظری
اقتصادی گیریم، ما مثلا 3-4 نکته داریم که میتواند ما رو حفظ کند. یکم همین آب. آب که خیلی جاری است و ما رو همچه چیزی طبیعی میدونیم، در شرایط نوین جهانی آب یک قدرت است. خیلی که کشورهای خلیج از نفت قدرتمند شدن، ما میتونیم اگر راه اداره آب، راه درست استفاده آب و با اقتصاد تبدیل کردن آب رو یاد گیریم، مثلا یک قدرت ما این است. دوم برق. مثلا خود جهان در 10 سالهای اخیر برق نیاز خواهد داشت. ما پتانسیل بزرگی برق داریم. حتی مثلا حاضر یک تکنولوژی نوینی هست که دیگر اگر همین دریا باشد، آب باشد، استحصال برق ساختن سدهای بزرگی مثل روغن و نارک را هم دیگر طلب نمیکنه. از تکنولوژی نوین در همین خودی داخلی دریا، ساحلی دریا با نصب دستگاه ها برق استحصال نشد. از همین رو برق میتواند یکی از ابزارهای قدرتی ما اقتصادی ما باشد. سوم توریسم. توریسم به این معنی که جهانی پیشرفته، جهانی مرفه، جهانی که از مرحله رشدی صنعتی گذشته است، یک جهانی تفریحی است، یعنی جهانی استراحتی. شما بینید که مثلا کشورهای پیشرفته سالانه میلیون ها نفر از شهرونداش میرن به سیاحت. بله. ما البته متاسفانه این البته جای تاسف است، ما اگر گیم توریست تصور میکنیم و توریست یگان اروپایی است و همین شکل خارجی هم خیلی تصور میکنیم. ما توریست مردمی این آسیای مرکزی یا مردمی این منطقه رو تصور نمیکنیم، چون کشورها از نظر از مرحله صنعتی گذشتن. مرحله بعدی صنعتی همین است که یعنی احتیاجات انسان به حد میرسه که پول و وقت و امکان زیاد برای سیاحت و استراحت به وجود میاد. از این رو میلیون نفر استراحت میکنن. بنابراین استراحت در کشورهای صنعتی، مثلا اگر ما آرزو کنیم که در همین تعطیلات خود به فرضاً پاریس رویم یا لندن رویم یا آمریکا رویم، اما در کشورهای صنعتی مردمی درجه دیگر بیشتر آرزوشون این است که در تعطیلات خود یگان کشوری کوهستان رود، یگان جایی مثلا طبیعت رود. پس این بخشی از معرفی کشوری ما باشد. ما مثلا پتانسیلی یا ظرفیت بزرگی سیاحی داریم. بله. این کوه و این طبیعت و این اقلیم، فقط این را تبدیل کردن در کل به اندوستری، به یک صناعت. بله. ما در سطح برنامه، لایحه، در سطح ارزش‌ها این را بسیار میگیم. یکی در سطح صناعت که و مثلا نتیجه اقتصادی در رشد کشور تاثیر کنه. این جنبه‌های اقتصادیش. ولی از نظر فرهنگی هم اگر گیریم، ما در جهان دست خالی نیستیم. ما یکی از ملت‌های هستیم که تاریخ بسیار قدیم داریم، تمدنی بزرگ داریم. در پشت ما یک تمدن چند هزار ساله با افتخارات بزرگ است و این تمدن برتریش در چی است که پیام‌های انسانی دارد. مثلا ما بزرگان علم و ادبیات و معرفت که ما داریم، خوشبختانه همون خطایی که ما در نسبت بزرگامون کردیم و همش شاعر میگوییم، جهانی ها خیلی قبول نمیکنن. مثلا مولانا جلال الدین بلخی، خیلی که کنفوتسیوس رو میگیم یک متفکر چینی، و خارجان میگن یک متفکر تاجیک یا فارس. اما میگیم شاعر، وقتی شاعر میگیم ما همون جنبه خیرد و فلسفه و علمش دوم درجه میکنیم، هم شاعر قبول میکنیم. بنابراین ما در تمدن هم دستاویز داریم. بله. برای همین در رقابت پذیری ارزش ها نیز ما یگان ملتی نیستیم که چیزی گفتنی نداشته باشیم. یعنی ما بخصوص در دوره‌ای که بعضی ارزش‌های ضد بشری
ارزش‌های خرابی‌آور بر جهان پهن می‌شوند. مثلا این پیامی انسان دوستانه‌ای که ما از رودکی سر کرده تا مولانا بلخی و تا سعدی و اینا داریم، اینا برای جهان بسیار مهم است. مثلا این وقتی که گلوبالیزاسیون میاد میگه که انسان گرگ انسان است، ما در برابر اون داریم که بنی آدم اعضای یکدیگرند. یعنی ما اگر توانیم پتانسیلی معنوی و فرهنگی ما کافی باشه، همون چی گویم، اگر خسرو کرده گیم، یعنی اگر ما خودمون نسل امروزه در سطح همون تمدنی داشتگیمون برایم، ما رقابت پذیری بلندی فرهنگی هم داریم. نه تنها توریسم و اقتصاد و آب. از این رو همه این را استفاده برده. مثلا بینید همین موضوع آب که ما مطرح کردیم، این نه تنها مسئله آب رو در جهان مطرح کرد، بلکه جایگاه خود کشور ما را هم در جهان تغییر داد. این خیلی کارها میشه. شما ببینید چند سال است که تاجیکستان یعنی با سربرای خود پیشوای ملت مثلا در سطح جهانی مسئله همگونه که شما گفتید آب و اقلیم رو بررسی میکنن و یکی از تشبس‌های اساسی نیز در این زمینه دارن. خب همین پیشنهادهای تاجیکستان، تشبس‌های تاجیکستان در مورد آب و اقلیم در سیاره تا کجا میتواند در روند جهانی شوی کشور ما را معرفی کرده تواند؟ در این روند جهانی شدن اگر نگاه کنیم، از این نظر جالب است که این یک نقطه پیوندی همگانی است. چون ببینید که آب ایدئولوژی نیست، آب سیاست نیست، آب دین نیست، آب یک مذهب نیست. آب یک نقطه است که چی مسیحی، چی یهودی، چی زرتشتی، چی بودایی نه تنها با اون نیاز داره، بلکه همین 4 نماینده دین شته باشه، در بدن هر 4ش 80% آب است. یعنی آب خودی آدم است، آب خودی بشر است، آب خودی همون انسان است. بنابراین بالای آب اختلاف نیست، کسی ضد آب نیست. همین انتخاب آب، مطرح کردن دیپلمات آب، حال جنبه اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیش و جای خودش، ولی از نظر می سیاسی هم چقدر ظریف است که یعنی ایده یا پیام به جهان مطرح شده است که او قابل قبول همگان است. مثلا شما خیلی تصور نکنید که مثلا میگیم که این تاجیکستان پیشنهاد کرد، 170 دولت جهان قبول کرد، در کنفرانس اشتراک کرد. این کار ساده نیست. برای که همین 170 کشور جهان ایده شما رو قبول کنند، با همین 170 کشور باید مذاکره کنی. خیلی نیست که شما در منبر اعلان کردی اوگن ما قبول کردیم. خیلی نیست. یعنی برای که همین کنفرانس یا همین تشبس در سطح گلوبالی قبول شود، برای که سازمان ملل همچون انستیتوتی اولی جهانی در این باره تصمیم گیرد، برنامه ریزی کنه، نه تنها کنفرانس، این کنفرانس یک چاره بینی است، اونجا سلسله برنامه های بزرگ است. برای که همین کار شود باید چند سال آمادگی دیپلماتی میشد، با نماینده هر کشور، هر تمدن، هر قاره، هر گروه، هر منفعت مذاکره میشد. و همین که همین کار شد، نتیجه داد، همین حتی نشون میدهد که خودی سیاست خارجی تاجیکستان برابری پیشوای ملت به یک مرحله بسیار نوی صفتی خود گذشته است. چون که مثلا بینید بسیار کشورها اگر پیشنهاد میکنند در سطح جهانی نمیگذرد، مثلا این کشور زید میبرد، اون کشور زید میبرد. حتی پیشنهاد خوب هم باشد، وقتی کشورها با هم زید باشند قبول نمیکنند، فقط به خاطر ضدیت. با من ببینید همین اخیراً یک قطعنامه سازمان ملل درباره اوکراین بود. شما ببینید که من 120 کشور طرفدار شد، 40 کشور مثلا بی‌طرف شد، چند کشور دیگه ضد شد. همچون سند عمومی جهانی معنا نیافت. یعنی که کشورها به سادگی پیشنهاد همدیگر را قبول نمیکنند. پشت این خیلی کار هست، دیپلماتی هست. مثال گیم بینید، حاضر ما در همین جهان حدود 2 میلیارد نفر داریم که
مشکل اساسیشون دسترسی به آبی بی خطر و تازه نوشیدنی است. پس همین که تشبث درباره آب مطرح میشد، این مسئله حداقل 2 میلیارد نفر است. بله. حالا که همه به آب نیاز داره، منظورم کسایی که به آب دسترسی ندارد، به آب روزانه. یا اینکه ما وقتی دیپلمات آب، حل مسئله آب رو مطرح میکنیم، همین حاضر در جهان 200 جنگ آب هست، 200 نزاع آب. مثلا شما می‌بینید بالای دریای نیل همه کشورها جنجال دارن، کشورهای بالا آب، پایان آب. مثلا بین همین فرضاً سودان و مصر چقدر بحث است درباره استفاده آب نیل. یعنی در آسیای میانه بین کشورها چقدر بحث بود. بله. در این بین هندوستان و چین چقدر بحث است در بالای رودها. بین افغانستان و ایران بالای هری رود چقدر بحث است. بین ایران و عراق در بالای دریای اروند چقدر بحث است. یعنی در تمام جهان بحث‌های آبی هست. این همین تقسیم دریای خزر ببینید 5 کشور قریب در استانه جنگ میرن برای تقسیم آب خزر. یعنی در تمام جهان اگر گیریم 200 نزاع آب است که هر لحظه میتونه به نزاع آتشین و گرم تبدیل شود. پس همین دیپلمات آب که در ترکیبش ساختن فرم های آب، دیالوگ یا گفتمان آب، حل مسئله های آب هست، خودش یک دیپلمات صلح هست، یک دیپلمات امنیت سازی در جهان است. یعنی که اگر همین آشکارا گیم 200 جنگ جهانی را بتواند خاموش کند اگر می راه حلش یابد. حالا اینکه اکو جنبه انسانیش که بشمار، چون که همین برنامه سازمان ملل متحد که با تشبث تاجیکستان قبول شده است چی معنا دارد؟ مثلا اونجا بودجه کلان جدا میشد که به کشورهای نیازمند آبرسانی میشد. فرض کنیم در یک دهه دوردست بنگلادش است یا که افریقای جنوبی است یا که امریکای جنوبی است، سودان است، یک چشمه آب کشادن، یک لوله آب اومد، همونجا سهم همین تشبث است. یعنی این تشبث همخه گپ نیست، همخه یک شعار نیست، در پشت برنامه است، عملی است، اقتصاد است. و اکنون در آخر یک دیگه شگیم که بینید که همین تشبث های تاجیکستان رفته رفته خودی همین تشبث تکمیل یافت. مثلا اول اگر میگفتیم که سال آبی تازه و دسترسی به آب، اخیر آمد آب برای رشد، یعنی نه تنها برای خوردن که تامین باشی به آب دست رو تشوی به همین تمام نشد، یعنی آب برای رشد اکنون معناش این است که برای رشد صناعت، برای رشد کشاورزی، برای رشد ساحه‌های گوناگون آب ساختمان، آب همچون یک الیمنت رشد مطرح شد. و حاضر اومدیم به سطح واقعا گلوبالی رسیده می تشبث که حفظی پیریخ‌ها، چون که پیریخ‌ها ما از بس که پیریخ نمی بینیم، دور است، خیال میکنیم که پیریخ هست یا نیست، ما بسیار عادت کردیم به این. ولی همین پیریخ‌ها این منبع همین آب است. از این روی دوام هم تشبث آب است. اگر پیریخ نبود آب نیست، حیات نیست. بنابراین وقتی که گوه در همین رسانه ها میگن که این تشبث ها به نجات سیاره داخل دارد، بعضی ای را با جدی نمیگیرن، ولی در حقیقت اگر ترجمه کنیم همین معناش این است که وقتی پیریخ آب شد، وقتی آب تمام شد، حیات هم تمام میشه. بنابراین وقتی میگیم این به نجات و حیات سیاره مربوط است، همین معنای واقعی داره، این معنای تبلیغاتی ندارد که واهمه کنیم بگیم که همین هنگامه سازی نداره. هنگامه نیست، این واقعیت است. من اما آدمی که هنگامه حساب میکنه که یک روز به آب استاد. بنابراین اینجا در حالی که بشر مشغول همون مسائل سیاسی و امنیتی و منفعتی خود است، تاجیکستان پیشوای ملت آمد و هشدار میده که حالی مسئله رمون آب در حالی تمام شدن است.
آب تمام شود نه اقتصادت میمونه، نه منفیتت، نه امنیتت. بنابراین مسئله پیریخا، مسئله آب یک مسئله جهانی عملی و حیاتی است. دایره ایدئولوژی‌ها و گروه‌های افراطگرایی از همین شرایط‌های به وجود آمده در زمان جهانی شوی تا کجا می‌توانند اینها برای خود یک زمینه‌های را استفاده برند؟ و همینم یک مسئله مهم است، زیرا که جهانی شدن فضا، کانال، واسطه رشد همه چی رو به وجود میارد. همون گونه که گفتیم یک ارزش های مثبت رشد مییابند، همون گونه ارزش های منفی هم پهن میشوند. زیرا مثلا شما بینید که اخلاق، نوع خوراک، نوع لباس، نوع رفتار پهن می شود و بین اون مثبت هم است، منفی هم است و در همین روند حتی افراطگرایی هم نوع تفکر برای پهن شدن شرایط بیشتر پیدا کرده است. مثلا فضای اطلاعاتی باز، مثلا اگر پیشتر برای که یک گروه افراطی در این جامعه تأثیر کند باید وی می آمد، کتابش می آورد، حضور فیزیکی می داشت، مردم جمع می کرد، تبلیغ می کرد، تأثیر می گذاشت. حاضر دیگه در همون کشور 6 دست، در خانه 6 دست با واسطه اینترنت تبلیغ میکند، جوانی ما در خانه خودش نشسته است، زیر تاثیر او قرار میگیرد. دیگر شرایط برای رشد علم، ارتباطات، تکنولوژی هم پیش رفته است، برای رشد افراطگرایی هم پیش رفته است. بنابراین همین گروه ها از این استفاده زیاد میکنن و عموما من احساسم این است از همین رفتاری که گروه های افراطگرایی نسل نو دارن، حتی مثلا همون گونه که جهانی شدن از سوی بعضی کشورهای قدرت‌های غربی استفاده میشد، باز اینا آمدن مفهومای همین خلافت، دولت جهانی اسلامی، با همین نام‌ها سیاست بعضی کشورهای خلیج رو پیش برده ایستادن و مثلا ولی وای خیلی که همون کلینتون گفته بود که دموکرات نام سیاست ما است، همه خلافت هم نام سیاست بعضی دولت ها است. وای خلافت کرده همه ما را در حالت برابر هیچ وقت قرار نمیداد. با خلافت که کرد با همون زبان خودش، ارزش‌های خودش، پایتخت خودش، ما مثلا یک دهه دوردست خلافت او در نظریم. بنابراین از امیر رو گروه افراطگرایی از امکانیت هایی که جهانی شدن با وجود آورده است بسیار استفاده میکنن. بیشک در زمان جهانی شوی اگر یک نفری که وطن دوستی اصیل نباشد و از علم های کذایی خوب بخبر نباشد میتواند به دلخواه گروه های افراطگرایی و مثلا به دیگر رویه ها بپیوندد. خب منظورم این است که از نگاه شما وطن دوستی یک جوان امروزه باید چگونه باشد و باید از کدام علم ها برخوردار باشد تا در زمان جهانی شوی تواند ارزش های ملی و فرهنگی همون دولت و ملت خویش را حفظ کند؟ این یک بحثی چرا مرکب است؟ چون که همه خودی میف یا افسانه جهانی شدن یک بخشش همین است که همین مفهوم وطن، افتخارهای ملی، ارزش‌های ملی رو خودش کمرنگ میکند. بنابراین همون قدری که ما تبلیغ و تلقین میکنیم که وطن دوست باشیم و کشوری مستقل و فرهنگ ملی و ارزش‌های ملی رو تلقین میکنیم، با همون قدر همون روند جهانی شدن ارزش اینا رو در نظر جوان کاسته میکند. کاسته میکند. از این رو یک دیلما یا معمای بزرگ در نزد همین جامعه ها هست که چکار کنند. زیرا فشاری ارزش‌های گلوبالی اینقدر بزرگ است که ظرفیت کشورهای ملی برای حفظ ارزش‌ها، حفظ محیطشون گاهی نمیرسد. بسیار مشکل است. از این رو تسلیم میشن یا که باخت میکنن. ولی
مفهوم وطن دوستی به طور مشخص در روند جهانی شدن، چون که همین خودی گلوبالیزاسیون با یک مفهوم دیگری در مقابل این ساخته، جهان وطنی، کاسموپولیتیسم. همین کاسموپولیتیسم یعنی میاد میگه که وطن من جهان است. این مفهوم که این کشور وطنی من است یا این همینجا محدود است، همین فرهنگ از من است، همین رو خودش انکار میکند. از همین رو یک چالش، یک تهدید به مفهوم عنعنوی وطنداری و وطن دوستی پیش آمدگی است. یعنی نوبسته از اینکه حالی در داخل چه گپ است، خود جهان، خود روندی فضای اطلاعاتی فرهنگی ارزشی جهانی خود مفهوم وطن دوستی رو به چالش کشیده است، یعنی زیر سوال میبره. این یک مسئله بزرگ است. اما در این زمان این حالت اهمیت خود وطن دوستی همچون ارزش رو از بین نمیبرد، برعکس او رو مرکبتر میکند، او رو مهمتر میکند. زیرا اکنون اگر پیشتر تصور میکنین که اگر دشمنی به وطن، به ملت، به فرهنگ هجوم کند از سرحد وارد میشه، ما نیرو میگیریم، عسکر میکنیم، در سرحد میستیم، حمایه میکنیم، همین وطن دوستی. لیکن حاضر دیگر خطر و تهدیدها فقط شکل فیزیکی و از سرحد می در آمدن ندارد. از این رو وطنداری و وطن دوستی هم در فضای اطلاعاتی، در فضای فرهنگی، در فضای سیاسی، در فضای اقتصادی، در فضای اجتماعی طلب میکنه که اونجا ظهور یابد، نه تنها در سرحد. دیگر ممکن هیچ وقت از سرحد کسی ندراید، ولی در همین داخل ما را مغلوب کند با اندیشه، با فکر، با ارزش ها، با تکنولوژی ها، با وابستگی اقتصادی. بنابراین اینجا وطنداری در همین شرایط معاصر مثلا چند عنصر دارد که باید تأمین شود. یکم جنبه ارزشی. جنبه ارزشی به این معنی که همین مفهوم وطنداری، ارزشی که ما رو به همین سرزمین پیوست میکنن، باید در یک نسل جوان، در فرزند ما، در کودک ما، در شهروند ما پرورش داده شوند. پرورش داده شوند به این معنی که مثلا وقتی که همین انسان پیوندی واقعی با همین کشور دارد، او باید مثلا شکل عملی داشته باشد. فرضاً ما همین یک بحثی داریم که ما تو کجا هم تاجیکستان رو میشناسیم. مثلا شما در این کتاب یا در یک سخنرانی، در یک برنامه میتونید 100 جای سیاحی و زیبای تاجیکستان نامبر کنید. ولی اگر من که چند جاش دیدید، شما شاید 4 تاش دیدید تمام. یعنی ما سیاحتی داخلی ما بسیار ضعیف است. مثلا یعنی اینا زمینه گذار در باره وطن دوستی می شود. البته من گفتنی بودم که یعنی یکم پیوند عنصری با وطن. مثلا یکی از راهاش همین رشد سیاحت داخلی است. سیاحت داخلی، سیاحی داخلی باید اینقدر رشد کرده باشد که هر یک شهروندی ما هر یک گوشه وطن با تمام همون زیبایی و استثنایی بودن شناسد. مثلا وقتی ما میگیم گرم چشمه میگیم جیلاندی میگیم، یا که سری خاصار میگیم 44 چشمه میگیم، یا وقتی میگیم سرعزم و اسکندر کولو. شما تصور کنید که آیا همه ای را دیدن؟ من وقتی که در مرکز استراتژی کار میکردیم یک تحقیق عجیب گذرانده بودیم که آیا همین مردم تا کجا منطقه های دیدن. شما باور میکنید در این ولایت سوخت بیش از 99% اهالی ولایت بدخشان ندیده است. در این سوالنامه نوشتیم بدخشان هرگز ندیده. این قدر بدخشان میگیم ندیده است همین مردم بدخشان. یعنی اگر یا که مثلا وادی رشته چند فایز اهالی دیده است، همونجا میگیم از 98 فایز بالا که ما رشت هرگز ندیدیم. کمرا و کی دیده است مثلا. بنابراین سیاحت داخلی باید همون باشه که هر یک گوشه را با قدم رفته باشه، چشیده باشه، دیده باشه، استراحت کرده باشه. وقتی شما که تاجیکستان بهشت روی زمین است،
و این را یک شعار ای کتاب فهمیدگی نباشه و باید باور داشته باشه که همین گناه است. انمی از همین وطن شناسی اطلاعاتی به وطن شناسی همین عنصری و عملی اگر گذاریم، این یک از کارهاست. چون که همزمان با این در مسئله وحدت هم مهم است، چون که همزمان با دیدن همون منطقه ها با اون مردمی اوجا رو میبینیم. مردمی تاجیکستان در همه منطقه خوب است. این جنبه عنصریش. جنبه سیاسیش این است که همین وطن که حاضر در شکل دولت افاده میشه، همین مفهوم سیاسی و حقوقی وطن حاضر دولت است. حکومت دولت در نظر. همین دولت برای یک شهروند همچون یک پناهگاه، همچون یک جای امن، همچون یک جایی که اوجا او حقوق داره، آرماناش عملی میکنه، اوجا سربلند است، آزاد است، انمی رو باید احساس کند. یعنی دانه که انمی جاست همون جایی که منم چه انسان تمام مجموعی حقوق خود را، افتخارات خود را، سربلندی خود را عملی میکنم، آرمانای ملی ما، آرمانای ارزشی ما. یعنی این جنبه حقوق سیاسیش است. از جنبه اجتماعیش این است که وطن جای زندگی مثلا شایسته باید باشه. مثلا چرا ما حاضر اگر خواهیم از وطن رویم طرف افغانستان نمیریم؟ چون کجا امنیت نیست، اقتصاد نیست، شرایط نیست. نه؟ بله. میریم به جایی که شرایطش بهتر باشه. بنابراین وطن باید یک حالت یا شرایط مینیمالی اجتماعی برای همون زندگی جاری انسان هم فراهم کنه. مثلا وقتی ما میبینیم که فرضاً 10,000 نفر میرد مهاجرت، همینا وطن فروش نیستن. اینا خائن وطن یا که آدمایی که وطن کم دوست میدارن نیستن. اینا در پی یک زندگی بهتر رفتن. بنابراین یعنی اگر ما جنبه ارزشی را تقویت کنیم که او پیوندش با وطن پیوندی عاشقانه، پیوندی عنصری باشد، دویم جنبه سیاسی و حقوقی مسئله قوی باشد، سوم جنبه اجتماعیش قوی باشد، اگر همین سه عنصر فراهم شود، من فکر میکنم من بسیار کشورهای جهان دیدم. شاید قریب 100 کشور من رفتم، چون من سالها بخش سیاست خارجی بودم. این کارمون رفتن. بله. از نظر همین شرایط زندگی تاجیکستان بی‌نظیر است. مثلا همین روسیه با همه بزرگیش، اون زمستان و اون رطوبت و اون شرایط اقلیمی که دارد به خدا جهنم است. یا همین دوبای، شما در دوبای اگر یک ماه گردید، همین در همون گرمی، در همون رطوبت بحر کسل شده میبیایید. و برای یک هفته و یک چند روز تماشا خوب است. بله. اما برای یک زندگی دائمی این اقلیم ما بهشتی است در حقیقت. درست است. بنابراین اگر همون شرایط ارزشی، سیاسی، اجتماعیش باید روی این کار شود، مردم وطن رو حالی هم که دوست می‌داره با بیشتر دوست می‌داره. از همین خیلی خب استاد، طبیعی است که وطن دوستی یک خاصیت قشر جامعه علاهیده نیست. از خرد تا بزرگ باید وطن دوست باشن، وطن رو دوست دارن و حمایت کنن در همه حالت، چه بگیم در حالت جهانی شود یا بدون آن. پس همین ارزش هایی که شما گفتید برای نسل نورس باید از کجا آموخته شود؟ و یا که مثلا نسل کلانسال که باید وطن رو دوست دارد، از باغچه سرچشمه میگیرد، از مکتب سرچشمه میگیرد، یا در جامعه از کجا باید همینا آموخته شوند؟ وطن دوستی همچه جزء هویت ملی در وجود مردم، جزء از هویت باید همچون جزء از هویت ملی شکل گیرد و سببی همین تا یک درجه ارزش استوار و معیار نرسیدن وطن دوستی در ما این است که ما تجربه دولتی مستقل داشتنمون خیلی کوتاه است در 100 سالهای اخیر. چون که ما مفهوم وطن در ما همیشه حالتی
مثلا جغرافی مشخص نداشته است. ببینید از این رو در دوره نوین بعد استقلال ما حاضر مفهوم وطن رو با یک مرز و سرزمینی بسیار مشخص که از نظر حقوقی و سیاسی معین است پیوست کردیم. بنابراین حاضر وطن دوستی همین دوست داشتن تاجیکستان به این مربوط بشه. مثلا همین یک پدری که فرزنداش گرفته در همین شهر دوشنبه یک بیگاه باغ ارم رو نشون دهد، یک بیگاه باغ رودکی رو، یک بیگاه بیاد باغ کروش کبیر، مثلا همین موجی گل و لاله که در این باغا هست، همین رو به فرزند خورسوش 5 ساله 7 ساله 10 ساله نشون دهد و گفت که من ببین چقدر زیباست تاجیکستان. تابستان برد مثلا شرشره سری خواستار فرزند برد دیگر جو برد. یعنی همین وطن رو یک عائله پیش از همه در فرزند جا میکنند. بعد او مکتب، بعد او دانشگاه، بعد محیط. از همین رو من میگم که وظیفه وطنداری وظیفه همه است. حتی ما وقتی که گفتیم که مفهوم وطن با دولت پیوست میشد، ما الکی همین چیکار کردن ما رو میدانیم. مثلا شما یک پسرتون اگر هر روز گویید که باید با ادب شوی، با پگوگی باید با ادب شوی، همون میگه که من چیکار کنم که با ادب شوم؟ همین مفهوم من نمیگید. ولی اگر شما گویید که ببین هر سحر دست روت شوی، وقتی دست رو شوی فرزند بینیت تازه کن، چشمت تازه کن، یا خیلی سرت شانه کن، مهمان اومد سلام ته، انسان حرمت، همین جزئیاتش اگر آموزی او در مجموع میشه با ادب. ولی هر روز اگر گویی با ادب شو با ادب شو، او نمیدونه چیکار کند. همین وطن دوستی هم همین است، این که همه را جمع کرده در تالار ما باید وطن دوست باشه، وطن رو باید دوست داریم، همین را گفتن گیرید، این نتیجه نمیتید. یعنی همین عنصرها مجموعه مثلا 100 200 300 عمل است که همون اگر در انسان به طور جزئی تربیه کنیم همین میشه وطن دوستی. مثلا خیلی روز گفتم از این گلها اگر سر کنیم، ما همه میگیم که این دولت مهم است، این را دوست دارید، ولی من اومدم گفتم که ببینید همین دولت که روز ما داریم همگی 1% خاکی دولت ساسانیان است. 1%. همین دولت جمهوری تاجیکستان که ما داریم همگی 3% حدودی دولت سامانیان است. این هم ورق با اگر گیریم همین دولت سامانیان باشه دیگه. این همین 3% مثلا این هم قدر میشه. یعنی اگر همین دولت سامانیان باشه همین حدود جمهوری تاجیکستان در مقایسه با این هم قدر است. پس میگیم که همین آخرین یادگار است که به ما مانده است. این آخرین شانس، آخرین جزیره است برای تاجیکا از همون دولت‌های بزرگ و تمدن بزرگ باقی مانده است. و این رو باید ساختن. همین یک بچه ما، یک جوانی ما باید همین احساس کنه که تاجیکستان دیگر همون آخرین چیزی است، یادگاری است که از همون تمدن و دولت‌ها مانده است و حفظ این دیگر برای ما یا مسئله سیاسی نیست، مسئله حیاتی است. زیرا مثلا طوری گفتیم که وطن همچون پناهگاه معنا پیدا کند، زیرا مثلا از شما امی به دو طرف نگاه کنیم، در جنوب سری تاجیکا چی گپ است، در شمال تاجیکا حل شده رفتن. پس ما میگیم که همین 1% خاک تاریخی که از در دست ماست، همین آخرین جایی است که ما همچون ملت بوده میتوانیم. همین از دست رود در این جهانی که هزارم برابر ماست، ما هم حل شدن نابود شده میریم. این همین مفهومی بقای حیاتی ما با بقای دولت و وطن پیوست شود در ذهن. اگر وقتی ما درک کنیم که همین وطن بودنش مثل همین خانه، شما میدونید که همین خانه که چپه شد شما همین زمستان یخ میکنید یا به سرپناه میشید. در باره وطن هم همین خیلی حس به کنکریت تا حدی مشخص رساندن در کار مفهومی وطن داره. یعنی در یک جمله خلاصه کنیم، از همون حالتی ابسترکت مفهومی باید به حالت
عملی و مشخص بیاری وطن دوستی، انمو وطن دوستی استوار است. درست است استاد. شما ببینید مثلا ما در مورد خطرها و تهدیدهای جهانی شوی صحبت کردیم، ولی در برابر این جنبه های خوبی نیز دارد روند جهانی شوی. البته جنبه خوبیش پیش از همین است که ارتباط رو آسان کرد، جهان رو با همدیگر شناساند و انسان هم از نظر تکنولوژی، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر استراحتی تفریحی به امکانیت‌های بسیار زیاد دسترسی یافت. مثلا ببینید که یک کشف و یک پدیده اقتصادی تکنولوژی که در کجای جهان شود در این کوتاه‌ترین مدت دسترس ما هم میشه. همین خودش یک پدیده گلوبالیزاسیون، یعنی ما تشکیلات‌های گلوبالی جهانی ساحوی هم داریم که این کار میکنه. بنابراین من حتما تاکید میکنم که جنبه‌های مثبتی دارد که ما از آن استفاده کنیم. برای من گفتم که سیاست عاقلانه این است که جنبه‌های مثبتش هم اعتراف کنیم، هم شناسیم، هم استفاده کنیم، اما از تهدید و خطرهاش خود را ایمن داریم. از همین رو ما باید در همین دریای پر از تلاطم جهان اون منفعت‌های ملی مشخص کرده، ارزش‌های ملی خود را حفظ کرده، از نکته‌های مثبت جهانی شدن استفاده کنیم و از خطراش خود را ایمن داریم. از این رو متخصصان باید همین روندها رو بسیار شفاف کرده به مردم فهمانند که زیر مفهوم‌های کلان مثل جهانی شدن، مثل خلافت، مثل دولت جهانی، مثل کسب پالیتیزم منفعت‌های بزرگ نهفتند که و صاحباشون آگاهانه اینا را پیش می‌اندازند و به دام این به آسانی غلطیدن لازم نیست. تشکر استاد برای صحبت.